بامزه ترین آیتمی که بازی کردی کدوم بود؟ سوالش سخت میپرسی یادم میاد. برای من بگم کدوم بود؟ اون ماهواره بود میرقص. اون من نیستم، اون هوش مصنوعیه. هم نمیشه عزیزم. خیلی خوب میرقصه هوش مصنوعی. آخه اون اون موقع نبود آخه هوش مصنوعی هیچ کارش نمی‌کنه. خیلی خوبه. فتوشاپ هم نبوده؟ نه هیچی نیست. هیچی نبود. خودتی. خیلی اون آقایی که من در واقع اداشونو در می آوردم و دیده بودم. آره. بله در اون خودش انقدر خوب نمیرقصید که شما خوب میرقصید. جدی میگی؟ آره. ما اون موقع که ما بچه بودیم. شما اون موقع هم سن بالا. اون کار خوبی میشد. ببین ما 2 تا سی دی گرفتیم آقای مدیری، در واقع یه سی دی شوخی با تلویزیون خودمون، یه سی دی شوخ اون موقع سی دی بود. آره. دیگه شوخی با ماهواره که شوخی با تلویزیون خودمون خط داشت، سی دیش پخش نشد. آره. نذاشتن یعنی پخش بشه. بعدم اونو گفتن حالا مثلا این چه میدونم نمیخواستیم اشتباهی پخش شده و فلان و اینا. بعد دیگه کارا هم ادامه پیدا نکرد. همین چیزی هم که تو میگی اگه اون سی دی رو کامل ببینی تیتراژ نداره، موزیک آره. نداره، یعنی خیلی خامه. آره. یه سری آیتم همینجوری آره فله‌ایه. فقط پشت هم. برای همین یعنی کاره اصلا کامل نشده بود برای بیرون دادن.